پرونده متروکه شماره 96 مستندی از جنون درمان ناپذیر. در زمستان سال 1385 گروهی از محققان خصوصی تصمیم گرفتند به یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های تاریخ درمانی ایران رسیدگی کنند. آزمایشگاهی متروکه در حوالی اردبیل که بیش از 25 سال از تعطیلیش می‌گذشت. نام رسمیش مرکز درمانی شماره 96 بود، اما در پرونده‌های قدیمی و میان مردم محلی از آن به نام درمانگاه پچ پچ یاد می‌شد، محلی که هیچ کس با پای خودش بیرون نمی‌آمد و صدای زمزمه‌های شبانه‌اش تا کیلومترها شنیده می‌شد. اعضای گروه شامل امین، پژوهشگر روانکاوی، سارا، متخصص صوت‌شناسی، نادر، مستندساز و لیدا، دانشجوی فوق لیسانس تاریخ معاصر بودند. هدفشان ثبت مستند از فعالیت‌های ماورایی در مکان‌های فراموش شده بود، اما این بار همه چیز فرق داشت. وقتی وارد ساختمان شدند، بوی کپک و مرگ، دیوارهایی پوشیده از نوشتار بی‌معنا و اتاق‌هایی با درهای نیمه باز که انگار منتظر ورود بودند، احساساتشان را دگرگون کرد. روی یکی از دیوارها جمله‌ای با خون خشک شده نوشته شده بود: پیش از درمان باید حقیقت را بشناسی. در آرشیوهای شهرداری تنها یک نسخه از نقشه ساختمان پیدا شد. اتاق شماره 4 با علامت قرمز مشخص شده بود، اتاقی که هیچ پرونده‌ای از آن نبود و حتی در بازدیدهای رسمی به آن اشاره نشده بود. لیدا موفق شد از یک آرشیو قدیمی بیمارستان استان نامه‌ای بدون امضا کشف کند. در آن آمده بود کودک شماره 28 به شوک‌های مغزی پاسخ نداد. صدای زن سفیدپوش همچنان در خوابش تکرار می شود. درمان نهایی تا پایان ماه باید صورت گیرد پیش از آنکه اثرات به بیرون نشت کند. در شب سوم اقامت، سارا مدعی شد صدای ضربه‌هایی از درون دیوارهای اتاق شماره 7 می شنود، اما میکروفون‌ها هیچ صدایی ضبط نکردند. شب بعد امین مدام در خواب نام یزدان را زمزمه می کرد و دستش را به حالت نجات طلبانه به دیوار دراز می کرد. اما مهمتر از همه فایل تصویری بود که در ساعت 2:43 بامداد ثبت شد. تصویر ثابت از راهرویی تاریک بود که در انتهای آن زنی با لباس شبیه پرستارها ایستاده بود. موهایش به شکل اغراق‌آمیزی بلند بود و نگاهش مستقیم به لنز دوربین بود. صدای زیره ویدیو تنها یک جمله بود: نیمه شب کابوس شروع میشه. صبح روز بعد نادر موفق شد دری مخفی در دیوار جنوبی پیدا کن در کوچکی که با فشار کف زمین باز می شد. پشت آن دری باریک راهرویی با نور زرد ضعیف قرار داشت که به اتاق شماره 4 ختم می شد. در آن اتاق تنها یک تخت فلزی زنگ زده، یک دستگاه ضبط قدیمی و پرونده دستنویس قرار داشت. صوت ضبط شده متعلق به کودکی حدوداً 9 ساله بود. اون زن هر شب میاد میگه باید تو رو کامل کنم. من دیگه مغزم صدا نمیده ولی هنوز میشنومش. پس از برگشت گروه به تهران، سارا ناپدید شد. آخرین تماس تصویریش با لیدا شامل نگاه خیرش به دوربین بدون پلک زدن با جمله‌ای تکراری بود: همه چیز رو ثبت کردم ولی نمیذارن پخش شه. امین 2 هفته بعد در بیمارستان روانی بستری شد و مدام نقشه ساختمان شماره 96 را با خون روی دیوار نقاشی می‌کرد. نادر تصمیم گرفت مستند را بسازد، ولی هر بار که فایل را ادیت می‌کرد، نرم افزار از کار می‌افتاد و در گوشه تصویر جمله‌ای ظاهر می‌شد: فقط آنهایی که درمان شدند میتونن ببینن. پروژه YAZDAN در فاز نهایی به اختلال روانی دست جمعی منجر شد. از میان 37 کودک تنها یکی توانست از اتاق خارج شود، اما هر شب روی دیوار خانه‌اش می‌نویسد: چرا هنوز صداتو میشنوم؟ لیدا آخرین کسی بود که زنده موند. او اکنون در روستایی دور افتاده زندگی میکنه و مدعی است هر شب صدای ضبط شده کودک شماره 28 رو میشنوه. مستند هرگز منتشر نشد، ولی یک نسخه ناقص در آرشیو آنلاین وجود داره با بخش‌هایی خراب شده، تصویرهایی تار و صدایی که هر بار تماشا کنی نزدیکتر شنیده میشه.